با درود خدمت همه شما بینندگان عزیز تلویزیون یوتاب. امروز 17 بهمن ماه برابر با 6 فوریه 2020 است. اجازه بدین که درودی داشته باشم به خانم مینا ایمانقلی زاده عزیز و برنامه رو آغاز بکنیم از امریکا و اروپا با بانو مینا ایمانقلی زاده. بانو درود بر شما. خانم ایمانقلی زاده صدای ما رو دارین شما؟ صدای شما رو دارم. درود بر شما بانو نظر. بی نهایت سپاسگزارم. من فکر میکنم که ما شما رو یه قدری با تأخیر داریم. امیدوارم که مشکل اینترنت نداشته باشین، همچنین ما و ما بتونیم که صحبت‌های شما رو به موقع داشته باشیم. الان کامل صدای من دارین شما دیگه، درسته؟ بله بانو نظر، صدای شما رو کامل دارم. بسیار ممنونم. فقط متاسفانه که مشکلی که ما الان اینجا داریم، مشکل ما این هست که صدا و تصویر شما رو با فاصله داریم. حالا چرا دقیقا نمیدونم، ولی اجازه بدین که من قبل از اینکه برنامه رو آغاز بکنم تسلیتی داشته باشم به خاندان جهانبانی. امروز با کمال تأسف تیمسار دریادار ناصر جهانبانی رو از دست دادیم و من اولین تسلیت هم از طرف شاهزاده رضا پهلوی رو روی استوری فیسبوک قرار دادم و همچنین فضای مجازی امروز با ما دوباره برمیگردد. میدانید که خانم ایمانقلی زاده اگه اجازه بدید من آغاز برنامه برای بینندگانمون بگم که چرا ما این چند وقت رو نبودیم. متاسفانه عزیزی یا دوستی یا کسی که کمتر احتمالاً دوست می‌دارد کارهای سیاسی رو، گزارش اشتباهی رو داشتند اونطوری که گویا به ما گفتند و من تقاضا کردم به همین مناسبت تمام برنامه‌های یوتاب، چون امروز خانم ایمانقلی زاده یوتاب 4 ساله شد، 3 سال از تولدش میگذرد و وارد 4مین سالش شد و من برای همین تقاضا کردم که همه برنامه‌های ما مورد به اصطلاح دید این عزیزان قرار بگیره. البته فقط ما به اصطلاح فضای مجازی بسنده نکردیم از کسانی که به هر حال امنیت ما رو هم تأمین میکنن در این مملکت. این تقاضا رو من داشتم با یکی از این عزیزان و ما متوجه شدیم که به هر حال همه چیز به روال عادی برمیگردد امروز. اما اشکالی که پیش آمده بود خانم ایمانقلی زاده، بعد خدمتون بگویم که این کار ناشایستی که باید بگم انجام شده بود این بود که با نام ما، یعنی اول حک میکنند و با نام ما چند هفته مزاحمت برای عزیزانی که ما را از طریق فیسبوک داشتند ایجاد میشه که چندین بار اینها فرستاده میشده، به طوری که مثلا فکر کنید یک خبر یا یک برنامه بیش از 20 یا 25 بار میرفته، در صورتی که ما همیشه در آغاز و بعد در خاتمه هفته هر روز یک بار، احتمالاً اون هم اگر لازم باشه یک بار دیگه این مجدد فرستاده میشه. من یک با پوزش از همه کسانی که ما را از طریق فیسبوک خانم ایمانقلی زاده دنبال میکنن اجازه بدین که این پوزش رو داشته باشم. اولا برای دیر کرد و به اصطلاح بازگشت ما، شما و همه عزیزانی که در یوتاب دارین زحمت میکشین و دومی که به هیچ عنوان برنامه دیگه به صورت همگانی فقط یک بار یا 2 بار احتمالاً ممکنه از طریق خود برنامه فیسبوک یوتاب فرستاده بشه، بقیه برای دوستان مشخص یوتاب خواهد بود، یعنی نه برای عام. دلیلش هم این هست که کسانی فرستاده میشه که برنامه ها رو دنبال میکنن خانم ایمانقلی زاده و من فکر میکنم که درستش هم همینه و ای کاش که از اول هم همه رسانه ها، همه برنامه ها، همه به طور کلی میدیا حرکتشون رو به این صورت انجام میدادن تا این سردرگمی 40 ساله رو که ما دچارش شدیم نمی داشتیم.
ما بریم سراغ برنامه‌ای که به طور معمول با خانم ایمان قلی زاده عزیز داریم و این رو هم به شما بگم که کم کم امیدواریم که این عزیزان و به طور اخص بانو ایمان قلی زاده ما کم کم داریم این بار مسئولیت تلویزیون رو میذاریم روی شانه های این بانوی نازنین، به دلیل اینکه از هفته پیش رو رادیو هم شروع به کار خواهد کرد. البته من خودم در هر دوی این برنامه ها با اجازه همه همکاران دیگرم نظارتم همچنان خواهد بود، ولی بیشتر توجه و کار من روی رادیو خواهد بود، چون میدونین اصلا کار من با رادیو صدای ایران خارج از ایران بعد از مطبوعات شروع شد، بعد از همکاریم با مرحوم آقای منوچهر امیدوار، و من باید به شما بگویم که من برمیگردم روی خونه خودم روی رادیو و خانم ایمان قلی زاده عزیز ما من فکر میکنم یه ذره مسئولیت بیشتری رو احتمالاً کم کم اگر وقتشون اجازه بده پذیرا شده اند و امیدواریم که ما بتونیم در کنار این بانوان و دیگر شخصیت و آقایان عزیزمون هم یادمون باشه که آدمین ما یک عزیزی از سال 1358 از خانم ایمان قلی زاده که با ما همکاری داره میکنه و سخت هم کوشش میکنه و سخت هم به ما کمک کرده، جوان بسیار عزیزی که خارج از ایران زندگی میکنه و همیشه یار و یاور و اولین یار تلویزیون یوتاب بوده است. خب خانم ایمان قلی زاده، من قول میدم از اینجا به بعد سراپا گوش باشم. اول ما رو در جریان پارلمان های و خصوصا پارلمان آلمان و بعد پارلمان اروپا قرار بدین که چه خبر است، چون خیلی خبرها بوده، بسیار خبر بوده و 2 جمعه ما نبودیم و این 3مین جمعه‌ای هست که در خدمت شما و همه بینندگان هستیم. با شما هستم، بفرمایید خانم ایمان قلی زاده. با درود فراوان بر تمام مبارزان چه در داخل و چه در خارج، با درود فراوان بر شما بانو نظر. یک شاد باش، من اینجا برای 4مین سالگرد تلویزیون یوتاب دارم و در عین حال غم و اندوه از طرف جنبش آزادی زنان برای تیمسار دریادار جهانبانی و امیدواریم که روح ایشون قرین رحمت باشه و به آرامش برسه. در هفته‌ای که گذشت ما در پارلمان آلمان در حقیقت با 2 مسئله بسیار بسیار مهم مواجه بودیم و اون این بود که در حقیقت پیوستن بعضی از اعضای کمیسیون‌های مختلف آلمان به در حقیقت جنبش مردم در ایران. سخنانی رو داشتیم از آقای جیرسرایی، این بار دومی بود که جناب آقای جیرسرایی سخنرانی می‌کردند. سخنرانی این سری آقای جیرسرایی در رابطه با مسائل مدنی بیشتر بود. ایشون سخنرانی رو به شکل عمومی آغاز کردند و کشوندن به اون جایی که به عنوان مثال از ایران سخن بگیم که دارای مردان و زنان بسیار شایسته‌ایه و اینها رو سازمان جهانی سیاسی، هنری، اجتماعی باید حمایتشون بکنه تا تمامی سیاستمداران، هنرمندان، کسانی که دست اندر کار مسائل مدنی، حقوقی، اجتماعی هستند بتونن در خارج به فعالیت‌های صلح‌جویانه خودشون بپردازند و مورد آزار و اذیت حکومت قرار نگیرند. مطلب بعدی رو از جناب آقای پیتر بریستون داشتیم. ایشون بسیار تند صحبت کرد در پارلمان آلمان، در بوندستاگ به قول خودمون، و خواستار این شد که آلمان جای این که مدام در رابطه با صدا میاد بانو؟ بله بله ما صدای شما رو داریم، بفرمایید. و خواهان این بود، هم آقای جیرسرایی و هم آقای بریستون خواهان این بودن که جای گفتگو کردن در رابطه با مسائل اتمی و تعهداتی که جمهوری اسلامی در تمام این سالها داده ولی پاش نایستاده با مردم ایران وارد مذاکره بشن. و این 2 مطلب بسیار در هفته پیش تا این هفته صدا کرد. در پارلمان اروپا صداهایی شنیده شد. کشورهایی که الان همسو با خیزش ملی جوانان ایران زمین صحبت می کنند: آلمان،
سوئد و بلژیک هستند. از فرانسه همچنان خبری نیست، اما صداهایی، نجواهایی داره شنیده میشه و مدام بیشتر میشه. فقط گویا در رابطه با مسائل اتمی جمهوری اسلامی قراره که رئیس سازمان ملل سفری به ایران داشته باشه و با حسن روحانی صحبت‌هایی بکنه. مسئله بعدی مسئله هواپیمای ما بود که این مطلب رو همونطوری که تمامی عزیزان میدونند، اوکراین مسئله رو داره به شکل بسیار جدی پیگیری میکنه، تا اون حد که الان واقعا یک مشکلی شده در رابطه با جعبه سیاه، در رابطه با افتادن این هواپیما و مسائل دیگه. این دو مسئله بسیار در اروپا مطرح هستند. من حتی هر روز صبح زمانی که به سایت های مختلف خبری آلمان مراجعه می کنم میبینم که برخلاف گذشته که بانو بسیار کم از ایران نوشته میشد، میبینم الان تقریبا تمامی روزنامه های معتبر زمانی که میزنید ایران نیوز شروع میکنن به اخبار روز گزارش دادن که چه اتفاقایی میفته و الان یزدان را سپاس کمتر سانسور میشه اخباری که از ایران میاد. بسیار عالی. ما البته همچنان باید بگم که خانم امامگلی زاده البته هیچ اشکال نداره، انقدر تصویر شما زیبا هست که حالا ذره صدای پس و پیشی رو که ما با تصویر داریم من نمیدونم البته چرا، امیدوارم که مشکل از طرف شما نباشه و ما بتونیم همچنان تصویر زیبای شما رو همزمان با کلامتون داشته باشیم. خانم امامقلی زاده، من میخواستم که از شما یه تقاضایی بکنم، یک نگاه اجمالی، چون جلسه بود در اروپا و در اون جلسه سخنرانی بانو هایده توکلی دبیرکل حزب مشروطه ایران رو داشتید به اتفاق خود جناب عالی و شخصیتی که این برنامه رو به اصطلاح من فکر میکنم تدارک دیده بودن و دکتر سارمی با توجه به اینکه مهماندار حزب مشروطه ایران بودن و با همکاری و همدلی شما میهن پرستان در اونجا برقرار بود. از اونجایی که ما متاسفانه دقیقاً از هفته بعد از اون ما نتوانستیم گزارشی رو از اون روز خاص داشته باشیم، من میخواستم یک نگاه اجمالی داشته باشیم به آنچه که در اون روز در اون سالن گذشت. البته ما خبرها رو از طریق شما عزیزان پخش کردیم و بقیه دوستان، ولی متاسفانه به دلیل مشکلی که داشتیم فقط ما از طریق خود سایت یوتیوب اون رو پخش کردیم و به طور مشخص ما سخنرانی ها و مسائل رو از امشب مجدد روی سایت های خبری یوتیوب و همچنین فضای مجازی قرار خواهیم داد. با شما هستیم، لطف بفرمایید در این چند دقیقه باقی مانده در ارتباط با این مهم هم یه توضیح داشته باشه. جلسه به نام پیوند، پیکار، پیروزی به همت جناب دکتر فریبرز سارمی از جمهوری خواهان سکولار در 19 ژانویه در شهر هامبورگ در هتل رایسهوف این شهر برگزار شد. حزب مشروطه عزیز در اونجا بانو هایده توکلی، جناب آقای مختاری، جناب دکتر زاهدی بودند، خود دکتر سارمی و سازمان یگانگی ملی ایران. برنامه با سرود ملی ایران شروع شد و تمام حضار، چیزی بالغ بر 100 نفر، همه با ادای احترام به سرود ملی برپا خواستند. جناب دکتر سارمی کوتاه سخن گفتند در رابطه با هدف این برنامه و بعد از اون بانو هایده توکلی عزیز سخنرانی داشتند در رابطه با نگاهی اجمالی به شرایط در حقیقت استراتژیکی ایران و گوشه هایی هم اشاره به زنده یاد داریوش همایون و دیدگاه ایشون در رابطه با ایران شد. بعد از بانو توکلی آقای مختاری سخنرانی کردند، بسیار زیبا، مطالبی باز شد در رابطه با
اینکه آیا در کشوری مثل ایران با بودن اقوام و ملیت‌های مختلفی که همه کنار هم داریم به خوبی و خوشی زندگی می‌کنیم، جمهوری بیشتر پاسخ خواهد داد یا پادشاهی؟ و دلایل رو کاملا باز کردن که چرا در ایران پادشاهی بهتر به طبع از جمهوری پاسخ خواهد داد. بعد یک تنفسی داشتیم و بعد از تنفس سازمان یگانگی ملی ایران در رابطه با اینکه چرا پیکارهایی که در خارج از ایران خواسته شکل بگیره به هر نحوی از بین رفتن توسط حالا جمهوری اسلامی، صادراتی ها، نفوذی ها و سایبری ها سخنرانی داشتند و در آخر سر خانم هوروش پورکیانی در رابطه با زنان سخنرانی داشتند و بعد از اون با قطعنامه‌ای که خود سازمان یگانگی ملی ایران اعلام کرد مجلس به پایان رسید. در پایان مجلس با شرکت حزب مشروطه، گروه وحدت ملی ایرانیان مقیم اروپا مرکزیت هامبورگ و سازمان یگانگی ملی ایران اومدیم توافقنامه رو امضا کردیم و تقریبا میتونم به جرئت بگم چیزی نزدیک به 70% حضار امضا دادن، داله بر این که همه ما میخواییم نشست‌های ملی رو بیشتر داشته باشیم در گوشه گوشه دنیا و همه ما به اتفاق شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان نماد ملی انتخاب کردیم و تمامی گروه ها روش اتفاق نظر داشتند، گروه هایی که در اونجا حاضر بودند که از راهنمودهای ایشون برای مبارزه با جمهوری اسلامی بهره مند بشیم. بی نهایت سپاسگزارم بانو ایمانقلی زاده عزیز ما در اروپا. اجازه بدین که این چند دقیقه باقی مانده رو با شما برگردیم و با جنبش زنان ایران برنامه رو به پایان ببریم، این قسمت از برنامه رو. و من باید به شما بگم که ما یک لوگویی هم برای این برنامه گذاشتیم که من با اجازهتون الان این رو قرار دادم. البته این باید مشخصاً کادر به اصطلاح تصویری جنوبی رو ما تغییر بدیم که من نمیخوام امروز این کار رو بکنم، فقط این به اصطلاح لوگو رو گذاشتم که بگوییم که چطور خواهد بود از این به بعد برنامه هایی رو که ما در ارتباط با شما بانوان عزیز خواهیم داشت و جنبش زنان ایران. خانم ایمانقلی زاده عزیز، اجازه بدید من در این چند دقیقه با شما قسمت بکنم و بینندگان عزیزمون به دلیل تلفن هایی که بوده، تماس هایی که با عزیزانی که قرار است در روز 8 مارس دوره هم جمع بشیم، این جلسه یک جلسه ای هست که باید خدمتتون بگم این اولین اجلاس شخصیت هایی است که سازمان هایی در ارتباط با یا سازمان های زنان هستند یا سازمان های سیاسی فرهنگی که اینها اکتیو بودند از پیش و اینها به اصطلاح با ما اگر اون سازمان ها رم سازمان هایی که غیر از سازمان زنان هستند، اون مجموعه زنانی که در اون سازمان ها شرکت دارند به اصطلاح با جنبش زنان در ارتباط بودند. این برنامه دعوت عام نیست، من با کامل تأسف بعد این رو پیش بگم، و این برنامه با دعوت خاص خواهد بود به دلیل اینکه دعوت عام ما در اروپا است که ما بتوانیم هم عزیزانی رو که از درون ایران دارن میان بتونیم داشته باشیم، به دلیل اینکه همه اینها براشون میسر به گرفتن ویزا نبوده. خانم ایمانقلی زاده، نتیجتا ما فقط توانستیم تقاضا بکنیم از شخصیت‌های شبیه به خانم ایمانقلی زاده. البته اینجا هم آخر سر شیطونی بکنم، همه کسایی که ما به هر حال به نوعی باشون در ارتباط داشتیم اگه تیتری داشتن اینها، ما به هر حال گفتیم خانم دکتر یا خانم مهندس یه پیشینه از این عزیزان رو گفتیم. تنها کسی که خودشون رو قایم کرده بودن نگفته بودن که ایشون به اصطلاح چه میکنن. بعد من متوجه شدم که
خب پس این خانم دکتر باید باشن که در یه همچین پوزیشنی هست. ولی باز خانم ایمانقلی زاده اصرار کردن من مینا ایمانقلی زاده هستم. گفتم خانم شما همیشه مینا ایمانقلی زاده هستید، ولی از اونجایی که من شیطونم و نمیتونم نگم اینو عنوان میکنم که ایشون گفتن نگین، منم نمیگم از اینجا به بعد. ولی همیشه بانی ایمانقلی زاده ما با همین نام خواهیم داشت. البته شخصیت‌های شبیه به این عزیزان دبیرکل حزب مشروطه ایران بانو هایده توکلی رو در خدمتشون خواهیم بود که با افتخار رایزنی این حرکت رو دارن، با همه مشکلات که نه باید بگم با همه مسئولیت‌های دیگری که خصوصا به دلیل دبیرکلی حزب مشروطه ایران ایشون در طی این سالها دارا هستند، حداقل تا زمانی که این مسئولیت رو دارن، ولی پذیرش رایزنی این حرکت رو یعنی جنبش زنان رو هم بسیار خوشحال هستیم و مفتخر از اینکه پذیرفتن ایشون. شخصیت‌های دیگری هم ما در کنار خودمون خواهیم داشت، از جای امریکا، از خود کالیفرنیا و استیت‌های دیگه. رئیس سازمان زنان ایران رو خواهیم داشت از شرق آمریکا که سالهاست که به این مهم پرداختند. من پیشاپیش از همه شما، از شما بانو ایمانقلی زاده عزیز که رنج این سفر رو تحمل میکنین، چرا که عشق به میهن و مردمی رو که در درون ایران چشم برای فریادهای اونها و انعکاس اونها و خصوصا مادران ما، مادران پارک لاله رو فراموش نکنیم، مادر پویا رو فراموش نکنیم و همه مادران عزیزی رو که ما از بانو دارابی که خودش رو آتش میزنه، بانوی نازنین، استاد فرهیخته، یادمون نره که ما عزیزی رو از دست دادیم از بین شخصیت‌های رسانه‌ای خودمون که اون رو به دلیل آمدن و انعکاس صدای مای زن، نه مای همه ایران آمد به ایران، آمد که منعکس کننده صدای ما، مشکلات ما، فریادهای ما و همه اون ظلمی رو که در عرض این 40 سال بر ایران حاکم هست رو فریاد بکنه و متاسفانه زیر با کمال تأسف باید بگیم زیر ظلم و ستمی که در ایران حاکم بود، در درون زندان اوین و زیر ضربات پای یک شخصیتی شبیه به آقای مرتضوی از بین می رود، تنها به دلیل دادخواهیش از زنانی که خود او هم مادری بود که هنوز فرزندش فریادش در کانادا شنیده میشه، برای دادخواهی مادری که هرگز مشخص نشد چرا و به چه جرمی از بین رفت. حتی حاضر نشدن که اون رو باز پس بدن و جنازه اون رو حتی دریغ کردن از دادنش به فرزندش. بانو ایمانقلی زاده عزیز، اگر صحبتی دارین در خاتمه ما گوش میدیم. بسیار سپاسگزارم که در خدمتون بودیم امروز هم و امیدوارم که برنامه‌های معمول خودمون رو از هفته آینده با شما داشته باشیم. اگر صحبتی، سخنی و حرکتی در اروپا هم هست لطف کنین اشاره کنین، ما دقیقاً 4 دقیقه دیگه میتونیم در خدمت شما باشیم. بفرمایید. من به نوبه خودم از تمامی هموطنان گرامی، حتی آقایون ایرانی که میدونم همیشه سعی کردن بانوان رو حمایت کنن، این خواهش رو دارم که مادران داغ دیده رو تنها نذارن. این یک وظیفه ملیه، تکرار میکنم وظیفه ملیه. تمام بانوان و تمام مردان سرزمین ما باید کنار یکدیگر بایستند. مسئله بسیار مهم همایش ها و خیزش هایی که در اروپا به مناسبت های مختلف برای دهه فجر و مخصوصا 22 بهمن صورت میگیره. ما در شنبه این هفته از ساعت 3 تا 5 در شهر کل مقابل کلیسای دوم یک برنامه داریم. تکرار میکنم 8 فوریه در شهر کل برنامه داریم ساعت 3 تا 5 و 11 فوریه هم جناب آقای قلی‌پور برنامه‌ای در شهر بن گذاشتن. من تمام فراخوان‌ها رو روی فیسبوک شما خواهم گذاشت که دوستان گرامی بدونن. و بسیار مهمه
در این ایامی که 40 سال دروغ، نیرنگ، تزویر، فریب، زیر پا له شدن مردان و زنان ایرانی همه در کنار یکدیگر بایستیم به امید پیروزی. بی نهایت سپاسگزارم. ما هم اینجا فقط میتونیم با شما بگیم که در خاتمه خانم ایمان قلی زاده، ما چون تصویر شما رو با صدا یه ذره همخوانی نداره، وقتی من صحبت میکنم خاتمه صحبت های شما هنوز متاسفانه تصویر رو طور دیگری نشون میده. ولی به هر حال ما امیدواریم که بار دیگه این مشکل رو نداشته باشیم. فقط این به اصطلاح تأخیر تصویر رو داشتیم. من اینجا باید به شما بگم که اگه اجازه بدین در خاتمه برنامه، شما صدای من دارین خانم ایمان قلی زاده؟ بله بله، قانون از صداتون رو دارم. آره، بی نهایت ممنون. من اینجا میخوام که با شما و با همه بینندگان عزیزمون تیزری رو که آماده کرده بودیم از پیش قسمت بکنیم در رابطه با جنبش زنان، که البته این رو در اون نشست هم میتونم بگم رسانه‌ای و هم چون به طور قطع و یقین پخش خواهیم کرد، و همین که برای همه عزیزانی که در اون جلسه حضور دارن ما پیشاپیش این رو به دلیل اینکه همونطور که گفتم یک دعوت خاص هست و بسنده به سازمان ها خواهد بود، اجازه بدین که ما این تیزر رو در خاتمه گوش بدیم با این امید که هفته آینده با شما خواهیم بود. البته من نمیدونم که صدای این رو شما خواهید داشت یا نه. اگر نداشتین میتونین که تلفن رو قطع بکنید و ما هفته آینده در خدمت شما خواهیم بود. بی نهایت سپاسگزارم بانو ایمان قلی زاده عزیز. منم سپاسگزارم. با همه شما بینندگان عزیز به اتفاق مینا ایمان قلی زاده از آلمان خداحافظی میکنم و همه شما عزیزان رو تا هفته آینده باید بگویم که امیدواریم که همه چیز خوب پیش بره. اون پیام هایم که بانو ایمان قلی زاده گفتن از امشب بعد از ساعت 9:30 به وقت لس آنجلس روی فیسبوک ها قرار خواهد داشت، از طریق فضای مجازی فیسبوک، ولی با توییتر و به اصطلاح حرکت های دیگه ما شما رو خواهیم داشت. بدرود بانو ایمان قلی زاده عزیز و بدرود به همه شما بینندگان نازنینمون. پاینده ایران، بدرود. پاینده ایران.